در نتیجه برگزار نمودن چوره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 64 ساله ساکن شهر ترسونزاده که پیش با ماده 338 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، اولای سال 2018 با روی فریب به باوری زن 30 ساله ساکن نوع نوروباد در آمده از او 40,000 سومون گرفته وعده داده است که غیر قانونی میدان 0.3 هکتار یا 3 سانتی قطعه زمین نزد اولگی را حجتگذاری کرده می‌آید. همان نام برده وعده‌اش را اجرا نکرده، مبلغ به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چوره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 41 ساله ساکن نوع اسپیتامین با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده 8 اپریل سال 2023 تقریبا ساعت 16:30 با روی پنهانی به خانه استقامتی مرد 41 ساله ساکن نوع مذکور در آمده. از آنجا دو سر چاروای میده شاخدار را دزدیده از جای حادثه غایب شده است. ضرر رسانیده شده 3000 سومونی را تشکیل می‌دهد. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.